از ابو هریره رضی الله عنه آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامه و من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخره و من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره والله فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیه. رواه مسلم. هر که یگان رنج دنیا را از سر مؤمن دور نماید، خداوند در عوضش رنج روز قیامت را از سر او دور میکند. هر که یگان شخصی درمانده را آسانی بخشد، خداوند در عوضش برای او در دنیا و آخرت آسانی میبخشد. هر که یگان عیب مسلمان را پوشاند، خداوند در عوضش عیب او را در دنیا و آخرت میپوشاند. مادامی که بنده در مدد یگان برادرش باشد، خداوند در مدد آن بنده است. روایت امام مسلم. یکی از محدثان معروف امام ابن دقیق عید در شرح حدیث مذکور آید به اهمیت آن چنین گفتند: حدیث مذکور حدیث بزرگ بوده یک چند قاعده و آداب مهم را در بر میگیرد. در آن فضیلت برآوردن حاجت مسلمانان و دست یاری دراز نمودن به آنها با راه‌های گوناگون مثل علم آموزانیدن، دستگیری مالی کردن، مصلحت یا مشورت دادن بیان گردیده است. دوستان عزیز، از این حدیث مبارک برمی آید که دور نمودن سختی و مشکلات از سر یک مسلمان عمل است بسیار بزرگ و دارای ثواب خیلی فراوان. مکافات این گونه عمل به حد بزرگ می باشد که خداوند خود وعده داده است که سختی های روز آخرت را از شخص کمک کننده برطرف می سازد. این چنین حدیث توصیه می دهد که شخص مسلمان باید در معامله با فقیران و محتاجان سختگیر نباشد. اگر حق بالای آنان داشته باشد، با آنها سختگیری نکند و اگر تواند گذشت نماید. یاری به محتاجان باعث می شود که خداوند کارهای کمک کننده را آسان نموده به او برار و پیشرفت بخشد. این چنین حدیث به ما ارشاد نموده است که پوشانیدن عیب و لغزش دوستان از تعلیمات دین مبین اسلام است. هر که پرده عیب دیگران دارد، خداوند عیبهای او را آشکار نموده او را رسوا می سازد. اما هر که عیب و کمبودی مردمان را ستر کند، از ستر خداوند برخوردار می گردد. دوستان عزیز، پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح دیگر فرمودند: انما یرحم الله من عباده الرحماء. متفق علیه. بیشک خداوند کسانی را رحم میکند که به بندگان خدا رحم و شفقت داشته باشند. روایت امام بخاری و مسلم.